امروز مورخ 9 جوزای سال 1402 ما در ناحیه دوام شهر کابل قرار داریم و دقیقاً از جریان کار کورس شماره 8 خیاطی مؤسسه احساس بازدید کردیم. الحمدلله تعداد زیادی از شاگردای ما به حد رسیدن که یک تعدادی از فرمایش‌های روزمرگی را همراه استاد خود کار میکنن و انشالله این روند تا وقتی که کورس به ختم میرسه یا به سر میرسه انشالله شاگردای ما به حدی می باشند که از خود فرمایش بگیرن و خود کفا شوند. از برادران و خواران دیگه ای که قصد همکاری هموطنان خود را داشته باشند می خواهیم که با حمایه و ایجاد همچو کارگاه ها دست هموطنان خود را بگیرن و در شرایط بد اقتصادی فعلی که ما قرار داریم و هموطنان خود زمینه کار و اشتغال را آماده بسازند. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم یلداز نجیب تخلص میکنم و مدت 3 ماه میشه که در کارگاه خیاطی مشغول کار هستم و ما بسیار چیزا را از قبیل دوخت لباس‌ها یاد گرفتیم و امیدوار هستیم که تا ماهای بعدی پیشرفت‌های زیاد داشته باشیم. و تشکر میکنم از مؤسسه خیریه خدمات احساس که این عرصه خیاطی پروسه خیاطی را به ما ایجاد کردند. به نام خداوند مهربان، فرخنده رسولی هستم. یک تن از شاگردای کورس احساس. یک فعالیت‌های بسیار خوب است، یک کار بسیار نو است. ما میتونیم از این چیزهای زیاد یاد بگیریم و در ضمن بسیار چیزهای خوب یاد گرفتیم. میتونیم در فرمایش‌ها همراه استاد خود کمک کنیم، کار کنیم. بسیار خوش هستیم، راضی هستیم از کسی که ما را حمایت میکنه. ما بسیار سپاسگزار هستیم. از هموطنان خواهش میکنیم که در این همراه ما کمک کنه و میتوانم از این کاری که من یاد میگیرم در خیاطی خدا، خانواده خدا و جامعه خدا کمک کنم. اسمم زکی است. تخلص میکنم اشرفیه کردن استادان خیاطی مؤسسه خیریه احساس و مدت 2.5 ماه میشه در این پروسه کار میکنیم و به تعداد 21 نفر شاگرد تحت پوشش قرار دادیم و تقاضای ما از کسایی که میخواین خدمتی که در این شرایط بحرانی که ما در حالت اقتصادی و وضع اقتصادی خراب قرار داریم به تعداد زیادی از خانم‌ها میاین اینجا بر ما پیشنهاد میکنن که ما را در این پروسه بگیرین، اما ما گنجایش این را نداریم که بتونیم برای از دیگه فراهم بسازیم. از کسایی که میخواین سرمایه گذاری کنن و بتونن که برای طبقه اوناس و به خصوص خانم‌ها کمک کنن این پروسه را زیادتر حمایت مالی کنن تا ما بتونیم خانم‌های زیادتر در زیر پوشش خود قرار بدیم و یک کار مفید برای او هم شود و بتونن که در آینده برای خود و خانواده خود یک خدمت مفید کرده بتونن.